بازیگری که به خاطر یه نقش کل زندگیشو کنار گذاشت. کمتر کسی میدونه که کتایون ریاحی بعد از بازی توی نقش زلیخا در سریال یوسف پیامبر دیگه هیچ نقشی رو قبول نکرد. بازیگری رو برای همیشه کنار گذاشت. او معتقد بود نقش زلیخا یه نقش مقدسه و نباید با بازی توی نقش‌های دیگه خرابش کنه. هزینه‌های ساختش تو سال 83 بیش از 7 میلیارد تومان بوده، چون کل شهر مصر با همه مجسمه‌ها و دکورها از صفر ساخته شده و کتایون ریاحی برای اون زمان ماهیانه 10 میلیون تومان دستمزد می‌گرفته. بعد از پخش سریال هم تا مدت‌ها به مصطفی زمانی نقش منفی نمیدادن، چون میگفتن نباید چهره حضرت یوسف بین مردم خراب بشه. یه نکته جالب هم اینه که نسل پیامبر بعدی از یوسف ادامه پیدا نمیکنه، بلکه از لاوی برادر یوسف حضرت موسی متولد شد. حالا شما بگین که کی هنوزم بعد از این همه سال ساعت 10 شب پای یوسف پیامبر میشینه؟ اگه برات جالب بود لایک و کامنت یادت نره و ممنون میشم برای دوستانتون هم بفرستید.